خدای شکر. خدا رو به خاطر این شبی که در زندگی به من هدیه کرد سپاس میگم و مطمئنم که روح پدرم الان از بهشت در این صحنه رو نگاه میکنه. امیدوارم که شاد باشه. از جشنواره محترم کن تشکر میکنم، از هیئت محترم ژوری تشکر میکنم، از رئیس محترمشون و از ریاست محترم جشنواره کن، از آقای اصغر فرهادی خیلی تشکر میکنم که بار دیگه به من اعتماد کرد، از گروهی که باشون کار کردم، از انرژی های خوب ترانه علی دوستی تشکر میکنم. این جایزه به نوعی از مردم من اومده، بنابراین به خودشون برمیگردن. این جایزه رو با تمام وجود و از اعماق قلبم